انسانها سیری نامزی حتی
مثل شب بی ستاره تاریک و تاریک شود. اگر انسان‌ها قدرت آن انگشتر را می‌دانستند دیگر برای ما جایی نبود تا بر ملال شدن راز آن انگشتر پیش چشم این موسیقا بگفتند باید کاری کنیم.
سروران لیدر آسیابان همسرش و البته دخترشان طلا بگو بدانم تو این کار را انجام دادی؟ نه سروران باور کنید من این کار را نکردم باور کنید من چنین توانایی ندارم نکنه تو شما را فریب داده و این یک حقه برای حیله به شما احمق ها باشه. سروران حتی پدر مادر این دختر هم حیرت زده شدن. نه اینطور نمیشه. تو باید به من نشان بدهی تو این توانایی پیچه و خارق‌العاده ای را و اگر فریب خورده و دروغ گفته باشی در جا پدر و مادرت را در جلوی چشمانت خواهم کشت. نه سروران خواهش میکنم به من توجه کنید تا کنون در زندگیم چیزی عجیب‌تر از این ندیده بودم باور کنید من حتی در زندگیم یک کردم به تنها نداشتم من نمیدانم که اینها چطور در دستان من تلاش سروران دختر ما خیلی توانایی ها و سپاده هر زندگی داره. چشمان او در زیبایی همتا ندارد پسران زیادی به دنبال برق فریبندگی چشمان او هستند. صورت زیبا و چون برز ماه او را بنگرید. صدای او از لالایی شبانه مادران مادر هم دلنشین‌تر و زیباتر است. هنر آشپزی او زبان زده خاص آمد. شیرینی‌های که او میپسد انگشتانتان را هم خواهید خورد. سرورم من مطمئنم که زیبایی رقص او شما را شگفت زده خواهد بله سرم بیا دخترم بیا به پادشاه پس نکنه سرتان زیادی کرده این مزخرفات چیست که میگویید؟ دختران زیبا آشپزان ماهر رقصندگان پرزرق و خونیاگران پشتیدار که در هر قصر میتوانا من طلا میخواهم طلا نگاه کن این قطعه طلا در خلال اتاق و یک دستگاه دیگر پیش بیا دختر پیش برو سرورم باور کنید قصد سرکشی از دستورات شما را ندارم من اصلا قدرت انجام این کار را ندارم حالا اوضاع زندگی ما که عیان است اگر من صاحب چنین قدرتی بودم این چنین زندگی میکردید نکنه از شکل ظاهرت هم غریب باشه نگه پدر و مادر این دختر را زندان کنید تا داستان کاه و طلا روشن گردد. تا زمانی که خورشید در آسمان دیده می‌شود تو باید این دستگاه را برای من تبدیل به طلا اگر خورشید دیده کند تو موفق نشدی زندگی خودت پدر و مادرت و تمام افراد زمینه را تیر و تابلو خواهم کرد. نگهدارم او را در این اتاق تنگو بگذارید نه آبی که می‌شود غذایی بخورد تا یا کاه را تبدیل به طلا کند یا جلاد بسازد. چرا کسی حرف مرا
نه. پس چطوری این اتفاق افتاده؟ من توی این مکافات افتادم. من این کارو کردم. تو آخه چرا؟ همونجا باستا. تو گفتی که زندگی تلخ و فلاکت باری داشت. خب من اومدم اینجا کمکت کنم خوشبخت بشی. الان من خوشبخت شدم. تو هم نداشتی با زندگی من بازی کنی. نگران چی هست؟ من به راحتی میتونم اون دست کار رو دوباره برات تبدیل به طلا کنم. اصلا این کارو چجوری قراره منو خوشبخت کنه؟ تو به زودی ملکه خواهی شد. ملکه؟ به محض اینکه کارشان ببینه اون دست کار تبدیل به طلا شده حریص تر میشه، ولی تو باید جلوی اونو بگیری و بهش بگی فقط یک بار دیگه بتونی این کار رو انجام بدی. اون با تو معامله میکنه و تو ملکه خواهی شد. تو اصلا چرا این کارا رو میکنی؟ چرا به من کمک میکنی؟ من هم با تو معامله میکنم. پادشاه به نشانه جلب اعتماد تو انگشتر سلطنتی بودلرها رو به تو و تو در ازای کاری که من امروز برات انجام میدم اون انگشتر را به من به همین راحتی. نه باور نمیکنم. باور چجوری میتونم دوباره ببینم؟ هر وقت لازم باشه دوباره منو خواهی. نه صبر کن. به کجا رفتی؟ صبر کن. خواهش میکنم صبر کن. من میترسم. خواهش میکنم صبر کن. دختری که احمد تا الان میتونی
تو باید خیلی بیشتر اینا به فکر کاری برای خود انجام میدادی. الان نگر خیلی دیر است. از دست من دزدی میکنی؟ نگهبان این دو زن را به میدان شهر برده نه برای اینکه در عبرتی باشد برای سایر نگهبانان این دو نفر را فعلا زندانی کنید تا فردا برای که گفتی فقط یک بار دیگه؟ بله و اگر برای بار سوم چنین درخواستی از من داشته باشید تمام طلاهای خودتان هم کام شد. باشد پس این بار تمام دست و انبارها را پر از کاه می‌کنید. اگر این بار هم بتوانی کاه‌های من تو را همسر سرم که ولیعهد من است خواهم کرد و تو ملکه این دست خواهی شد. ولیعهد من پسر پادشاه راویس ولیعهد وارد می‌شود. پدر موضوع چیست؟ گوشهایم چیزی درباره ازدواج من شنید. چرا در هر سرزمینی که پا می‌گذارید آن را فتح می‌کنید؟ بر سر سرنوشت من معامله می‌کنید. اما این بار برای تکه کردن و سوزاندن تو و تمام افرادی که اندکی با آنها آشنایی داری. این همه جاه طلب طلا به چه
کم داشتن آن دیوانگی اصلا از کجا معلوم که تو راست گفته باشی و فقط یک بار دیگر بتوانی من همه چیز رو در کمال صداقت گفتم. این قدرت تمام شده نیست. من دروغگو نیستم. پادشاه، اصلا اگر مایل هستید میتوانید ابتلا کنید. ببینید، اگر برای بار سوم چنین درخواستی از من داشته باشید تمام طلب‌هایتان کافی میشود. یادم پدر صداقت از چشمان ما سرازیر است مگر نمی‌بینی؟ چرا این دختر مهربان زیبا را این همه آزار می‌دهید؟ اصلا ما رو به حالتون رهایی کنید برای سر خانم زندگی این پسر احمق باید جلوی چشمان من دور کنید. نه! دورم نکنید! نزدیکم کنید! من هر به همچین نریم حواست به زندانی ناموس تا زمانی که سایه تمام این دیوان رو بگیرد تو باید کلاهای مرا آماده کرد. کار زیاد
بیا اینم از انگشتم حالا برداشتی الان چی کار کنم؟ قرار نیست کاری بودم من قرار کارم به طلاق تاکه کاری از دستت بر نمیاد خب یعنی تو خودت همین تو باید یک کار خیلی مهمتر چه کاری؟ یک عهد که با خون خودت ضمانتش کنی اگر به عهد پایبند نباشی تو و هر کس که از خون خودت محکوم به مرگ چه عهدی؟ خوب نگاه
سیاه است. سرخ می سوزاند آبی سرد از سر جدایی را فریاد می زند. حتما سبز هم نمودیست که من نمیدانم. در قفل روزگار گیر افتادم هر طور که بخواهد مرا میچرخاند. چشمانم سردرگم شدند. نمیدانند که از برای این همه غمخیز شوند. یا از سر نفرت و کینه به دنبال فرصت انتقام باشد. باید کم کن زیستم بود. انگار جز زندگی با من راهی نیست. تنها یک جمله میتواند دریاچه را بر تن سوزان جنگل بار که هیچ چیز ماندگار و همه چیز روزی تمام. باید کماکان مرد و زیست. با دندانهای به هم ساییده شده درد و بغض را جوید. تا برسد روزی که جنین نفرت 9 ماه شود و انتقام به دنیا به دنیا
میکردم که کاری تو سرنوشت من سیاه‌تر میکنه. الان حتی میخوام ازت تشکر کنم. من الان دیگه ملکه این سرزمینم هستم و به تازگی صاحب یک فرزند پسر هم شدم. فرزند پسر؟ آی پسر. این خیلی خوبه. به تو تبریک میگم و به خودم خیلی بیشتر تبریک میگم. تو نگفتی که من چجوری به عهدم با تو باید وفا کنم. مهم نیست اون بچه چشمان روشن داره، صورت زیبایی داره، یا مهم اینه که پسره و من فرزند تو میخوام. چی؟ هرگز نمیذارم پسرم آزاد دور کنی. اون تنها دلخوشی آبدی منه. هرگز رو کسی میگه که صاحب قدرته. نه تو! من ملکه این سرزمینم. میتونم بهت زمین بدم یا طلا و یا هر چیز دیگه ای که بخوای. همه این چیزها رو که خودم بهت دادم احمق. من بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی تو زمین آسمون طلا. من اون بچه رو میخوام. نه خواهش میکنم رابطه این کارو با من نکن. این زمین یک مادر کودکی به سرم آوار شده. من تا چهره مادرم رو به خاطر نمیارم. من این قصر و طلاها و ندیمه ها و لباسهای زیبا رو نمیخوام. فقط پسرم رو میخوام. خواهش میکنم رابطه، خواهش میکنم این کارو نکن. تو با خون خودت عهد. الان اگر پسرت رو هم ندی باز اون میمونه. خواهش میکنم رابطه، هر بلایی که میخوای سر من بیا اصلا منو بکش، اسیرم کن، طلسمم کن، نمیدونم سنگم کن، هرچی، ولی با پسرم کاری نداشته باش. خواهش میکنم رابطه، ازت خواهش میکنم. رابطه تو چرا به من نگاه نمی‌کنی؟ چرا بر نمی‌کردی و منو ببینی؟ من به تو نگاه نمی‌کنم. به چشمان تو کاری ندارم. من حرفم رو زدم. نه خواهش میکنم بیا با هم حرف بزنیم. خواهش میکنم برگرد و به من نگاه کن. هر کاری که بگی تا هر زمان که حاضرم برای تو انجام بدم رابطه. خواهش میکنم. آیا تو مثل صدات زیبایی؟ چرا بر نمی‌کردی و منو ببینی؟ چرا به من نگاه نمی‌کنی رابطه؟ تو تا حالا معشوقه‌ای داشتی؟ معشوقه؟ آره معشوقه. نه! معشوقه زیبا. نه! این
نشینی با بی‌بخشوده زیبا لذت ببرید. نکنه از نگاه کردن به چشمان من می‌ترسی راهه. من ترس برای من معنی نداره. از برگرد و به من نگاه کن راهه. تو یه ترسویی. می‌ترسی. تو یه ترسوی بزرگی راهه. نمی‌ترسم. اگر نمی‌ترسیدی به چشمان من نگاه می‌کردی. نمی‌کنم. نمی‌ترسم. می‌ترسی راهن بزرگ. راهن بزرگ ترسوی شده. من نمی‌ترسم. نه نمی‌ترسم. به چشمانت نگاه نمی‌کنم. در سنی هستم که نمی‌شود گفت جوانم یا دیگر نمی‌دانم چه خود خواستم چه اجبارم شد. تنفس ممتد در مرز خفگی. امید لطیفه‌ای مضحک برای گریز از خواب است. خواب حالا به دریا نوشیده‌ای. من هر روز روزی 1000 بار از چشمانم آب دریا نوشیدم. تشنه می‌شدم. تشنه و تشنه‌تر. انقدر مرگ را تماشا کردم و به چشمانم خوراندی که دیگر خود پیام آور مرگ